برادرم فوت کرد، خود مادر خم هستیم، جگر خون کلگی ششتیم. این سایب یک ازم خانم برادرم خواهمای شیخ خاله کمپیر آمد، من میگه تو بیا اینجا بچه. مادرم بسیار روشن من گفت بچه مردم جاهل است، تو دمی هر چیز که مردم جنجال میکنی. من زمین خودترکی وهابی بودم. تو خودترکی همه چیزا بد من میاد. هیچ کتابا رو نخوانده بودم، خود طبیعتا که از این چیزا هم تضاد داشت، چون دین اسلام دین فطرت است. فطرتا بعد میاد میگه تو بیا اینجا. گفتم چی گپ است؟ برو یک خوراک کباب بیار شامی، یک خوراک کباب، نیم خوراک شامی، نیم خوراک تکه، 2 دانه کیله، 2 دانه سیب، 2 دانه شفتالو، 2 دانه ام، اینا رو کلش بیار. یس مادرم برام گفت بچه میاد چی که میگه برو هم گپای زیاد بکو که تا زیاد جنجال نکن. حالا برو که ارواحش میاد شام، ارواح مرده میاد بازم تو گوش نمیره. گفتم خب صاحب عاجل رفتم در بازار کلی چیزا رو خریدم که آمدم صاحب زنه رفت از این بین گوشت قدر گوشت هم گردم زیر مانده و برنج هم مانده چیز کرد. این صاحب دیگه گفت میبرید مسجد. امام مسجد هم قاضی است، خوب پیسه دارم تو لکس. خب یتیمکای بیادر من سعی کو این من خودم محصل هستم، پیسه ندارم، مجبور هستم دیگه. رفتم گلپرگی که یک چند پیدا داشتم کرای موتای گپای من کباب خریدم، فلانی رو خریدم. زرکه سمینم تو یک دونه خونچه را جور کرد. مرا گفت بیا اینجا راستانی رو میبری به مولوی سه. بچه‌ش گفتم خاله جان اگه نبردم میرم. من چای صبحم سه نخورده بودم و نان چاشتم چون جنازه وی گپا بود در غم بودم نخورده بودم. من تو خوب گشنم بستم دیگه، تک هستم، جگر خونم هست دیگه. کی بر ما نان میاره؟ ابی خانه بیادرم سر دمی زیر کتاب میشه یک کوچه دراز از تاریک. رفتم دمی کوچه یک تاریک در آمدم. خودم مولوی فکر کردم قاضی. امی کبابا را نوش جان کردم. امی اینه یه همه، اینه می سیبه، اینه می کیله را پاک صفا، یخنی را شکم خوب مثل شکم قاضی جور کردم. گفتم اینه که بیادر اگه آمدی اروایت اینه لالایت خورد. بعد این سبیده می برنج سفیده بردم به مخادمک دادم. گفتم از خانه فلانی براتون آورده. در کدام کتاب است؟ از او بیادرم 4 تا 5 تا یتیم مانده که در روز چلش خانم برادرم برام بند گریه میکنه که من یتیمای خدا چطور کنم. آخر ما برش گفتم الله رزاق است، تو جگر خویی نکن، گریه نکن. و تا چه اینمی صاحب خورده رفتم. او کسی که اسقاط و بیادر من گرفته او را خود روز قیامت با یتیمایش جواب میده. یک جایز قنطره اگه ما او مولوی را کردم بیادر زاده در قنطرهش استاد نکردم اینه باز خواد دیده. مال یتیم کس میخوره 10,000 باز یتیم بگی او را بر اسقاط توضیح کن. در کدام کتاب است؟ روز 2 در کدام کتاب است؟ روز 3 در کدام کتاب است؟ و او زن بیوه و طفل یتیم سر خود ما تیر شده و ایران است چیزی که برنج و گوشت و چیزی که بود کلش